با نام و یاد خدای مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان گرامی علاقمندان به هنر موسیقی و نی هفت بند ایرانی. من امیر سیاوشپور هستم، نوازنده و سازنده نی هفت بند ایرانی. میخوام به صورت مختصر و مفید درباره تولید صدا از نی هفت بند براتون از اونچه که تجربه کردم طی 34 سال خدمتتون ارائه کنم. یک جمع‌بندی دارم از مجموعه استادان نینواز، اون چی که من دریافتم الان خدمتتون ارائه میکنم. سریع میریم سر اصل مطلب. صدای نی هفت بند دو روش جداگانه داره. یعنی برای بم شما باید یک روش بدمید یا فوت کنید در نی و موقعیت نی رو قرار بدید. برای اوج و خیس و بم نرم حتی در اون دسته قرار میگیره، یک روش جداست. یادتون باشه نیتون باید استاندارد باشه، نی که تایید شده باشه در توسط یک هنرمند نوازنده منصف و بی‌غرض. کاری به مهرش نداریم، سیاوشپور یا هر چی که هست. نی استاندارد یعنی نی که یک نوازنده با تجربه دست بگیره، اذیت نشه، صدا پس نزنه و خوش صدا باشه و حتی الامکان کوک هم باشه. حالا صدا ربطی به کوکه نداره ولی کوک باشه که شما میخوای بنوازید و باش هنرنمایی کنید. برای صدای بم از یک مجرای گشاد، فراخ و باز در حالت آرامش و شل بودن زبان و لبها، این روششه. نه زیاد لای دندون بالا نره بهتره، یعنی بیرون باشه. یه مقدار 15-20 درجه زاویه نی رو از بدن بیشتر کنید. اگر درست فوت کنید تو نی، با فشار زیاد هوا صدات اوج و خیس نمیشه. اگر شد بدون اشتباه رفتی، یعنی دلت خوش بوده صدای بم میزنی ولی اون صدای بم نبوده، یعنی صدایی بوده که نه بم نرم بوده نه بم بوده. صدای بم اگه درست قرار بدی هر چی که فوت میکنی صوت میشه. ببین نوکه یعنی یه ذره این بالا لنگ رونه، گوشه آزاد، فک پایین چسبیده به نی، با آرامش و حجم زیاد. بمه زبون تیغه شد، این گوشه زبون که به این گوشه میخوره یه تیغه است، بالا هم نمیاد، جلوش خالیه. یه جا داره 1 میل 2 میل این ور اونور بشه صدای یه چیز دیگه است. اینو یاد بگیرید. باید در آرامش، خلوت و با صبر. اول اینو دیگه درسته. این پشتی رو بپوشون، فقط اون نوت سل، فقط اون نوت سل، هیچی نزن. 2 هفته 3 هفته اینجوری تمرین کن. کوکه زیاد شده، من حالت مبتدیشو گفتم ولی کوک جاش اینه. حالا یه مقدار بینوازم. بدون ریورب و این صحبت ها من میخوام رو در رو، هر چقدر هزاران کیلومتر فاصله داری انگار اینجا نشستی رو برو هم داریم با هم دیگه گپ میزنیم، نمیزنیم با هم دیگه. پس این شد بم. این صدا رو به حافظت به خاطر بسپر، چون حالا شاید رنگ ها فرق کنه بنا به فیزیک دهان و جنس مخاط دهان و اینا، ولی مجموعاً صدای بم باید همین فرمی باشه. استانداردش اینه. اون چی که شنیدی در آثار اساتیدم اونم البته با ریوربه، همینه. ریورب بدی تقریبا به همین رنگ در بیاد. من ادعایی ندارم اون چی که تجربه کردم میگم. اوج و قیس از مجرای تنگ یه مقدار با فشار زبانت گرد میشه، یه خورده نی بدن نزدیک میشه، نی میره لادندون بالا تا جایی که میتونه میره بالا. این تلقای مایلر خوبه به نظر من. از حالا یه سری سلیقه‌شون برنجیه، اینا آسیبم به دندون و لثه اینا نمیزنه. مال دینام پیچاست. 15 صدمش هست، 12 صدمش هست، 1/10 میلیمترش هست، همه میلیمترها. اینا خوبه.
میپیچین دور نی و دور نی و دور این تلق رو فقط چسب 5-6 دور 7 دور میزنیم، هیچ تکونم نمیخوره. دقت کن از نزدیک. زبون گرد میاد به سقف کام، نزدیک میشه، روزنه رو تنگ میکنه. شباهت نی به حنجره انسان خیلی شباهت داره. اینی که شما مجرا رو تنگ میکنی، صدای بالا رو میزنی، وقتی که شل این همونه. شباهت نی به حنجره انسان از نزدیکترین حالت. یادتون باشه نزدیک و دمتون رو باید کنترل کنید. وقتی نوتای بالا میرید میری به قیس و حتی پس قیس، این فشاره و این نزدیک بودن رو لحظه ای رها کنی ول میشه. اینجوری میشه. یک کم شلش میکنی صدا میره رو اوج. این کنترلش و تمرینش این مهارتی است که به تجربه به دست میاری و اگر بهش مسلط بشی دیگه به قول معروف غمی نداری دیگه، مشکلی نداری. حالا جملات و نغمه‌های خودتون مینوازی. اگر میخوای صدا زلال بشه یادت باشه با کمترین نفس، مثل ماشینی که دنده 3 گاز بده دیگه از 80 کیلومتر بالاتر نمیره که فقط صداش زیاد میشه. این هم تقریبا مثال منه. شما هم میتونی با اگر به اون برسی تبحریه. با نفس کم، ولی اگه با نفس زیاد بزنی خود خشفش به این تصویر شده تر بود. با سلیقه ها فرق میکنه. هرچی که سلیقتونه، هرچی روحیاتتونه، یا میخوای گروه نوازی کنی، میخوای قوی بنوازی، صدا بالا باشه، باید مسلط باشی به عنوان نوازنده. حالا این صحبت از ابتدایی و مبتدیان خارج شده، میرفت تو امر حرفه‌ایش. در جهت خواستم که تجربه هم بگم خدمتتون، چیزایی که یه مقدار این هم مسئله بگم که در مسئله تیونره که بم به نظرم یکی از دوستان آقا فرهاد بود اینجا میگفت که بم امیر جان اینجا صدای ناشناخته است در تیونر. به نظرم درست میگفت آقا فرهاد زاری، میگفت که راست میگفت، ناشناخته است، انگار که نمیتونین ترکیب و تشخیص بده، آنالیزش کنه. بمه یه خورده کمتر همیشه تو تیونر، اب نداره، به گوش بد نمیاد. اوج و قیسه که میزنه بالا تو ارکستر با سازهای دیگه. خیلی سعی نکنید تیونری بمو هم بیارین بالا، دلچرکینی نه، اون عادت رو بذار کنار. به گوش. مگه استاد کسایی این همه کارهای به آثار درجه 1 نواختن ماندگار مگه تیونر داشتن؟ یا استاد موسوی، استاد کیانجا، استاد فروهری، همه خیلی دیگه، آقای استاد اندلیبی، اینا همه بدون تیونر زدن به روزگار خودشون، اصلا تیونری نبوده. این گوش ملاک و احساس نوازنده. خب من دیگه وقتتون نمیگیرم، خلاصه میکنم. انشاءالله سال پربار، سال 1402 موفقیت، سلامت، آرامش و آسایش باشه برای شما. سعادت باشه، با سلامتی باشه، عمری باشه، سعادت دیدار شما باشه. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.